بچه‌ها به کانال کبوتران پرشی پاک 1403 خوش اومدید. ساعت 7:30 صبح اومدیم برای پروندن کفترامون و دونبازی. بعضی رو تیغن، بعضی اون بالا رو شیرگونی همسایه‌مونن. دونبازی کنه و میپرونیم. توی کامنت ها بهمون بگید دوست دارید درمان چه بیماری رو بذاریم. هرچی بگید و ما انجام میدیم. سینه کاردی، درمان نیوکاسل، درمان سرگیجه حیوان، درمان چش درد، عفونت سینه. بیا امروز یکم با هم دیگه دونبازی میکنیم و یکم میپرونیم حیونا رو. بچه این حیونا رو الان کیش بدیم برن رو تیغه. باش بیا زحمتشو بکش. بویا بسه بیا یکی از حیوانامون پرید، حیوان سرخمون رو اینجاست داره میپره. ماشاءالله بهت. بیا یکم دون برید دوباره حیونا بیان، بعد دیگه واسه پرش بریم. حیوان سرخمون رو بشونیم. بیا دوانیست. بیا هوا رو بگیریم حیونا. بیا برید بالا بینم خودی. یه 5-6 از کبوترامون هم نوک آسمونه بذاریم و 10 میتونیم بگیریم. نه اینجا اینا هم بپرن، اینا هم بشونیم دوباره از اول. بیا هرچی بود و نبود رفت سوسکی. برو کله دم سبزمون هم بندازیم بره. این قریب گرفتیم بچه، اینو دیروز قریب گرفتیم، بالاش چسبه. بالا رو قیچی نمی کنیم، تعداد حیوان زیاده، همین شکلی جلب کنیم. این حیوانامون هم که دارن اینجا میپرن. شما اینجا چیکار میکنید؟ بپرید بالا. اینا بال ندارم بچه، سرخمون هم بال نداره، بالاش کامل نیست. 16 مونو بندازیم داخل لونه. ماشاءالله 16 یکم بریم خالپیس بده از جای حیواناست. این از قریب گیری دیروزه. پرا سالم، جوجه هم هست حیوان، برای پرش عالیه.
ولش کن برم. اینو بزنیم جوجه حیوان. یه دونه دوکت اونو گرفتیم. بیا یکم جونه بریزیم. بیا حیونا الان نمیان. بیا تو تا از حیونا اومدن سرخ اونم نشست. نه بیا باز خودمونو. بیا حیونا رو بیاریم کنیم. بیا خودشون خارمارو از این تیغه میام کنیم. بعد ایشالله بریم برای پرش. بیا بچه من ویدیو رو استاپ کنم اینا رو بپرونیم. حیونا رو پروندیم. چند تاشون پریدن. نشد دیگه. همه نشستن اون طرف. تا اینا رو دوباره بیاریم این طرف. بعد دوباره ویدیوشو میگیریم. حیونا رو بشونیم دوباره میان یا نه. بیا حیونا دیگه ترسیدن نمیان. از این چند تا حیوان بذارید براتون فیلم بگیرم. این گرگیه که سرگیجه داشت اونو قریب گرفتیم. اینم که بالاش کنده شده بود تا در بیاد. خب ما ویدیو رو قطع کنیم اینا رو بیارم پایین. خب بچه دو تا از حیوانامون پریدن. اینا بدون این کلمونه داره میره بالا بین اون یکیا. یه دونه میره این سوسیون. این دوتا ماشاءالله پریدن. حیونا همه اونجا این دوتا پریدن. بین این همه حیوان اول صبح سود بزنیم بپرن. ماشاءالله بهت ماشاءالله. بچه ویدیو رو قطع کنم این چند تا هم بپرن.